رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. ونفوسنا فيه به نام خداوند بخشنده و مهربان. از انس خداوند از او راضی باد که گفت اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم مقیم می بود 10 روز آخر رمضان را اعتکاف می نشست و اگر مسافر می بود سال آینده 20 روز آخر رمضان را اعتکاف می نشست. پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان در مسجد اعتکاف می نشست. معنای اعتکاف این است که شخص روزدار در مسجد جماعت مشغول طاعت و عبادت شده به دیگر کارها مشغول نمی شود. اعتکاف نشستن در ماه رمضان طبق مذهب حنفی سنت مؤکده کفایت است. اگر در مسجد جامع کسی اعتکاف ننشیند اهل محله گناهکار می شوند. حکمت اعتکاف نشستن در آن است که شخص روزدار از خیر و ثواب زیاد ماه رمضان بخصوص 10 روز آخر آن برخوردار می شود. به این خاطر اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم به سبب سفر سال اعتکاف نمی نشست سال آینده 20 روز اعتکاف می نشست و این دلیل سنت مؤکده بودن آن است. در شرح قدوری که یکی از کتاب‌های فقهی مذهب حنفی می باشد ذکر شده است که شیخ ازهری گفته است عجب بر مردمی که اعتکاف نمی نشینند و حال آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را ترک نمی کرد. تصان وبصومه نرقى الجنان رمضان